ولی این بار شاعرها بدفرم با هم دعواشون میشه. سیمین بهبهانی میاد میگه که من اگر کافر و بیدین و خرابم به تو چه؟ من اگر مست می و شرب و شرابم به تو چه؟ تو اگر مستعد نوح و آهی چه به من؟ من اگر عاشق سنتور و ربابم به تو چه؟ میثم سفرپور میاد میگه کفر و بیدینیت یار به ما مربوط است. بشنو این پند گوهربار به ما مربوط است. دین من داده اجازه که دخالت بکنم تا نبینم ز تو آزار به ما مربوط است. صادق میاد به میثم سفرپور میگه بشنو این شعر به تو مربوط است. لحن تند و کمی ناجور به تو مربوط است. کفر و بیدینی سیمین و من و آن به تو چه؟ شهوت زاهد مغرور به تو مربوط است. ریش در ریش به اندیشه ما زخم زدید. ملت گنگ و کر و کور به تو مربوط است. دین تو داده اجازه که دخالت بکنی. دخل در مقبره و گور به تو مربوط